بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه حدیثی 1951 رو ذکر کرده، گفتند که حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. این حدیث بین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین امام بخاری 5 نفر هست. این حدیث را از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کردند. ابو سعید خدری یکی از 7 نفر شخصیت هایی هست که از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث زیاد روایت کرده است. میگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین گفتند: مگر زنها وقتی که حیض میبینند نماز نمیخوانند و روزه نمیدارند؟ یعنی این حدیث اصلا وجهی شاهد را امام بخاری در اینجا ذکر کردن. حدیث را مختصرا آوردن، جایی که شهادت به آن میدهد که شخصی زنهایی که حایضه و نفسا هستند در ماه رمضان وقتی که بیماری خود را دیدند، آنها آن روزها را روزه نمیدارند و نماز نمیخوانند، ولی بعد رمضان قضایی روزه را داشته میدهند. و مقصود امام بخاری که فقط دلیل آوردن به همین است، حدیث را کوتاه آوردن. اصل حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ناقصات العقل و دین، زنها عقل آنها و دین آنها پست است، کمتر است. قیل ما نقصان عقلها و دینها، کسی گفت که یا رسول الله نقصان دینی آنها و عقل آنها در چیست؟ برای چه عقل آنها و دینی آنها پست است؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ گفتند اما نقصان عقلها فإن شهادت امرأتین بشهادت رجل، اما نقصان عقلش این است که شهادت 2 زن برابر شهادت 1 مرد است. یعنی در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در سوره بقره گفت که واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اگر شما قرض گرفتید 2 مرد را از مسلمان ها شاهد کنید، برای اینکه شما قرض گرفتید. فإن لم يكون رجلین فرجل و امرأتان، اگر 2 مرد نیابید 1 مرد و 2 زن گفت. بعد در ادامه‌اش گفت که ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اگر یکی آن زنها فراموش کنه یکی دیگر شاید به خاطر می آورد. و در اینجا شهادت 1 مرد را برابر شهادت 2 زن گفت و این دلالت به کم بودن عقل آنها میکند. اما کم بودن دین آنها در آن است که گفتند وقتی که حیض میبیند اگر عادتش 5 روز باشد، مثلا 5 وقتی 5 روز 25 وقت نماز نمیخواند، یعنی نمازش از نماز مردها کوتاه است. در رمضان مردها اگر 30 روز روزه گیرند، زنها مثلا 25 روز یا 27 روز روزه میگیرند. یعنی دین آنها از دین مردها کم است گفتن واقعا. خلاصه این حدیث دلالت میکند که وقتی که زن در ماه رمضان عادت خود را که دید آن روزها روزه نمیدارد و نماز هم نمیخواند و بعد سپری شدن رمضان در مدت 1 سال آن 5 روز یا 3 روز یا 4 روز یا 7 روزی که طبق عادت زنها، عادت هر زن هر خیل است، علی همان روزهایی که روزه نداشت تا سال آینده رمضان نوبتی نرسیده قضایی خود را باید بخواند. اما نماز را الله سبحانه و تعالی عفو کرد و این از مهربانی الله سبحانه و تعالی هست و این از آسانی دین مقدس اسلام است که واقعا بعد 25 وقت نماز را در ماه آینده خوانده دادن برای زنها مشقت می شود و شریعت مشقت را نمی خواهد و المشقت تجلب التیسیر. یکی از بزرگترین قاعده ها این است که مشقت آسانی را طلب می کند و الله تعالی برای مردم دشواری را نمی خواهد بلکه آسانی را می خواهد. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.